در صورت وجود 3 تا شرط شما علاوه بر مهریه میتونید تا نصف اموال شوهرتون رو هم مطالبه کنید. اون 3 تا شرط شامل این موارد هست: یک، اینکه شرط تنصیب اموال تو سند ازدواج شما اومده باشه و زن و شوهر هر دو زیرش امضا زده باشه. دومین مورد اینکه طلاق از جانب مرد بوده باشه نه زن. و سومین مورد اینکه طلاق ناشی از تخلفات زناشویی یا سوء رفتار و اخلاق زن نبوده باشه. دو تا نکته اینجا وجود داره. اولین نکته این که شرط تنصیف لزوما به معنای 50% نیست، یعنی شامل 50% اموال شوهر نمیشه، بلکه از 1% تا 50% هست و تشخیص اون به عهده قاضی پرونده است. و دومین نکته این که شرط تنصیف اموال شامل اموالی هست که از زمان عقد شوهر به دست آورده هست، نه کل اموال مرد که قبل از عقد هم در ملکیتشون بوده.